اگر زنها بدانند که شوهر یعنی مرد در بالای اونها چی حق داره، اونها به یک پای آراسته می ایستند. اون لحظه که شوهر شده نزدش حاضر شد، چی سحر باشه چی بیگاه، تا اون لحظه که از نزدش دور شود، زنها یعنی در جای خود نمیشینند. اما متاسفانه گفتن امروز زنها حق شوهر را نمیدونند که شوهر چی حقی بزرگی داره بالای اونها. حتی در روایت گفتن که اگر در غیر خدا، اگر در غیر الله رب العالمین سجده کردن درست می بود، من زنها را امر میکردم که شوهرهاشون سجده کنند. این چنین شوهر یعنی بالای زن حقوق زیاد داره. این خواهری که شوهرش اطاعت نمیکنه و دائم طلاق میپرسیده است، برای زن تا اون لحظه که شوهر از او خفه هست و ناراضی هست، تمام ملائکه های آسمان او زن لعنت میکنن، از رحمت خدا اون زن محروم است. و هر زنی که اگر شوهرش از اون ناراضی باشه، خداوند یگان عبادت اون زن قبول نمیکنه.